онҳое ки аз сафедшавии пӯст азият мекашанд, доруҳои ширкати мо барояшон хеле ҳам муфид аст. пигменту таблеткаҳо ва мазҳҳо давои бемории шумо ҳастанд. барои табобати бемориҳои писариязу мазу собунҳо низ дорем. барои буғумдарду ревматизм бошад, доруҳои табобатӣ пешниҳод месозем. инчунин барои нараку доначаҳои рӯйро гум кардан ва ҷинҷи рӯйро бартараф сохтан аз доруҳои ширкати соҳсавдо истифода намоед. اوه تو کبوتر. این سرود انقلاب برانگیخت که در سالهای نزدیک صنعت تاجیک یاد ندارد. دختری فتیلمویی که در حسن همتا ندارد و با ناز و اشوه تاجیکانه دلهای مردم را به شور و شرر آورد یاسمن دولتوف است. یاسمن سرودهای زیاد سراییده باشد هم، ولی ایمیجی او را یگانه سرود اوه تو کبوتر میانی هوادارانش بلند برداشت. پس از اون که یاسمن این سرود را سرایید، سر و صداها زیاد گشتند. یکی میگفت او خواهر منیژه دولت است، دیگر میگفت که او شاگردش است. سومی عقیده دیگر داشت. یاسمن را دختری کیم کدام یک وزیر نامدار مینامیدند. اینجا سوالها زیاد است. وقتی سرود مالی گروه استرادیای شمس یعنی نوباور چناروف است، چرا همگی مالی یاسمن میگویند؟ این سرود را غیر یاسمن بسیاری ها از جمله سراینده ازبک، سراینده افغان قیس و اینچنین سریا قاسیمو و همراه شوهر شراف باز فرزانه نازنین سراییده بود. با قول مردم کی بهتر سراییده باشد حالا در بحث قرار دارد. یک گروه هواداران موسیقی میگویند که فرزانه خورشید بهتر سراییده است. گروه دیگر میگویند که یاسمن دولت و خوبتر سراییده است. گروه سوم میگویند که این سرود خاراکتری بدیهه سرایی داشته، از همه خوبتر و عالی سریا همراه شوهر شراف سراییدند، چون که از مصرع‌ها چنین برمیآید: اوه تو کبوتر، یا اینکه پری، یعنی کبوتر و پری به زن بخشیده شده است. شاعر این شعر مخصوص نام زن را آورده است. هیچگاه مردان را پری یا اینکه کبوتر و یا دلبر گفته نمیتوانیم. تنقیدگران بهترین سراینده سرود نوباور چناروف میگویند، اما بحث بهتر سرایی تا کنون نقطه بهاگیری را نیافته است و تا کنون ادامه دارد. از این رو زیر نوار کامنت های شما رو به نظر میگیریم و بهاگذاری این سرودی سربحثترین رو به شما قضاوت میکنیم. در حقیقت کی زور سراییده است؟ فرزانه خورشید یا یاسمین؟ نوباور چناروف یا اینکه سریا و شوهر شراف؟ و یا اینکه قیسی افغان و یا اینکه سراینده ازبک؟ بهتر از شما میتوانید حقیقتی این را زیر کامنتاریا نویسانید.